صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کرند، گنگند و کورند، بنابراین ایشان به راه بر نمیگردند. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال آنها همانند ابری مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی ها رعد و برق باشد. آنها سر انگشتان خود را از ترس مرگ بر گوشهای خود می نهند تا آواز صاعقه را نشنوند و خداوند همواره بر کافران احاطه دارد. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برباید. هر باری که روشنایی و ایشان بتابد در آن راه می روند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیده شود ایستاده می شوند. و اگر خداوند می خواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی بیناییشان را می بود. حقا که خداوند بر همه چیز تواناست. یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم، پروردگار خویش را بپرستید، آنکه شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شوید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که برای شما روی زمین را بساطی و آسمان را همچون سقفی ساخت و آب را از آسمان فرود آورد، به وسیله آن میوه‌ها را برای روزی شما برآورد. پس در حالی که حقیقت را می‌دانید با خداوند همتایانی نیاورید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر شما از چیزی که ما وقتاً فوقتاً به بنده خود فرو فرستاده ایم در شک هستید، پس سوره مثل آن را بیاورید. و اگر راست میگویید شاهدان یعنی مددگاران خود را به غیر از خدا بخواهید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اما اگر این کار را نکردید و هرگز کردن نمیتوانید، پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتشگیره آن مردمان و سنگها اند که برای کافران آماده شده است. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
و به کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو می کنند بشارت ده که واقعا آنها را بهشت‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. هر باری که از میوه‌های آن روزی داده می‌شوند میگویند این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود و برایشان چیزهای همانند آورده می‌شود و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آن جاودانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خداوند هرگز از این شرمگین نمی شود که مثل بزند و هر گونه‌ای که باشد، خواه این مثال پشهی باشد یا از آن در کوچکی بالاتر. پس آنهایی که ایمان آورده اند می‌دانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان. اما کسانی که کافر شدند شک کنان میگویند خداوند به این مثال چی چیز را اراده کرده است؟ با این مثال بسیاری را گمراه می‌کند و بسیاری را رهیاب می‌گرداند و با این مثال گمراه نمی‌کند مگر فاسقان را. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خداوند را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند و اتصال آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می کنند، ایشان همین ها اند زیانکار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چگونه از خدا انکار می کنید در حالی که زنده نبودید؟ پس او شما را زنده گردانید و باز شما را می میراند و باری دیگر شما را زنده می گرداند و باز به سوی او بازگشت می نمایید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. او ذاتی است که برای شما هر آنچه را در زمین است بیافرید، سپس قصد آسمان کرد و آنها را به 7 آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بیادار که چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه را می آفرینم. فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه می گردانی که در آن فساد می کند و خون می ریزد؟ در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می نماییم. خدا گفت حقا من می دانم آنچه را که شما نمی دانید.